کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز تخصصی بهبود کسب و کار نابآفرین برگزار می‌کنند. رویداد فرصت شغلی شرکت‌های دانش بنیان و فناور. این رویداد به این منظور برگزار میشه تا مددجویان جویای کار بتونن در شرکت‌های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مشغول به کار بشن. انواع مدل‌های اشتغال مددجویان شامل فریلنسری، دریافت راهبری شغلی و کارمندی است. در مدل اول، افرادی که توانمندی‌ها و مهارت‌های خاصی دارند میتونن پروژه‌هایی مثل تولید محتوا، موشن گرافی، عکاسی، برنامه‌نویسی و مثل اینها رو انجام بدن. حتی ممکنه با چند تا کارفرما کار کنن و چند تا پروژه در دست داشته باشن. در مدل دوم، افرادی که مستعد اشتغال هستند اما توانمندی اولیه رو ندارن، با افرادی در رشته شغلی خودشون که توانمندی لازم رو دارن و موفق هستن آشنا میشن که به این افراد راهبر شغلی میگن و بدین صورت زنجیره‌های آموزش، تولید، تهیه مواد اولیه و فروش تکمیل میشه تا زمانی که خود مددجو وام دریافت کنه و کسب و کار خودش رو راه بندازه. در مدل سوم، مددجویان میتونن به طور دائم در یکی از شرکت‌ها مشغول به کار بشن. حمایت کمیته امداد از کارفرمایان در مدل سوم شامل پرداخت حق بیمه مددجو از طرف کمیته امداد و یا اعطای تسهیلات به کارفرما می باشد.